لبه سردار آنها را تعقیب کرده ایستاده ایم. بله سردار فهمیدم. گاز را زیر کن. طاهر جون خیلی که مسئله کرده بودیم همون خیلتون باز اشکر نشوی. سلین جون سرودم نمیشود گفته بودی اما اومدنی آدمون رو بین. برادر ساخته هم باشد نکاح است و البته آدمان میآیند. سلین جون این بسیار کاری توکلی بوده است. اگر میدونستم پولش رو زیادتر میگفتم. چه خیل پول؟ تو با این پول دادی؟ کاری ثواب گفته کفته این رو یافتم سمی جون. چند پول دادی؟ 10,000. با خودو؟ بله. اما حاضر نیمش. بعد از نکاح باقی موندهش. مایلش طاهر جون اول تو این کارو به یگان مشکل حل بکن. پول در دستی من تیار. مایلش فهمو. هر چی زودتر نکاح رو بکن. داماد و عروس کنی بیویند هر چی زودتر اون نکاح رو میگذرانیم. همه چیز تیار است؟ تیار است تیار. همش در اینجاست. فرزندانم اینها کجا شدن؟ ها؟ به شما میگم عروس و داماد کجا شدن؟ بابا جون زورو به نزدیک داماد و رفت. کمتر پس هر دویشون میآیند در رو هستند. ناکامی را بین. به فکرم گم کردند ها. بالا همه کردن. چی کار میکنید؟ به خفا گردانید. زودتر باشید. از خفا هم هستند. چی کار میکنید؟ میگریزیم. به کجا میگریزید؟ بیا فرا. دولا ایست نگریز. ایستا میپرانم. ایستا میگویم. دوید. دولا این آدم ها دست با چه میخواد؟ ندانم. اینها ما رو کشت میخواهند. میدانم زود بیدم. اینقدر پرگردی. شما برو پرگرد گفتید؟ من خودم رو گفتم. گفتید من رو گفتید؟ این مایلش بخشش از برای خدا بیدم. میلیس میدونی من باید با تو بیام که آقای کنعان خوش آمدید. خانم میلیس چی خیلی شما اولتان خوب تشکر است. شما خوبید. این قدر زیبا شدید. رحمتی کم. نمیارزد خانم. چی این خیل نگاه داری چشمه ها؟ چی نگاه داری؟ ای آدمی با چشم من طبیعتا نمیخیله. یک طرف نگاه میکنم آدم فکر میگه که من او را نگاه دارم. رنگ رود بیزارم. این مرا کی گفت که قطع شما بر همین درون بدرو؟ گویا که من هم در تو زار هستم. من هم به تو زار هستم. من نمیدر آمدی در بیرون انتظار میشدی. خوب استی جانکم؟ جانپا نگو تو در اینجا چی میکوبی؟ اما من تو رو بسیار دوست میدارم جانکم و این تا ابد در دل من میماند. قسم میخورم با این کرسی سرت رو میکپونم. دفشت زورواری لازم نیست جانکم. خانم میلیس خانم سلین را ندیدی؟ مرا نپرسید. یعنی چی دانم به زهره کمک کرده ایستاده است به فکرم. او هم به نزدیکی بسیار عروسی زیبا می شود انشالله. آدمی بعد عروس می شود نمی شود کاری تو چیه؟ میلیس تو گفتی که سلیم با زهرا یاردم کرده ایستاده است ها؟ نه دامولازیا و نه زهرا داری جان. در حقیقت اینها کجا شدن؟ خانم زهرا زود دوید لطفا. برای شما گفتن شانسان البته با لیباس عروسی چی خیلی دویدن ممکن است. از برای خدا با من جنگ نکنید. زود دوید. چی خیلی جنجال کردنه؟ دائما شما جنجال را سر میکنید. یک مرتبه آرامانه گپزنی نمیکنید. کی من؟ بله شما کی میشد باز؟ خانم زهرا در حیاتم مانند شما انسان یک را پرگب را ندیدم. با خداه درباره خودتون گپ زده ایستادید. خانم زهرا زود باشه دوید آخر. آفرین به شما. در حقیقت معلش کمی زودتر باشه داخل. شما چی خیلی دلبن هستید که مرا در بدی جنگل پرتافته میروید ها؟ خانم زهرا راه گردید. از برای خدا آن آدمان ما را میکشند داخل. نمیتونم تمالا.
خم شوید دنبالا در اینجا چیکار میکنی؟ خوابم آمد یک دراز کشم آخر آنها ما را میکشند من خم شده نمیتوانم اینجا بسیار چرکین. خانم زهرا تازگی را به یک طرف گذارید آنها حاضر ما را میکشند با کی زنگ میزنی؟ به یزلم زنگ میزنم. همینش نمیرسید چی جواب نمیده؟ تلفنش خاموش است. من فراموش کردم که او بیرون از شهر است. اکنون با کی زنگ میزنی؟ به سیلین زنگ میزنم. دومولوزیو با پلیس زنگ زند یگان مدد روان کند. ای تلفن وای هم خاموش است سرده تلفنم تمام میشود. ای سیلین تیزتر بردار تلفنم رو. زهرو در کجای از خواطری دیلم میکفد همه منتظر شمایند. سیلین زرده تلفنم کم است. ما رو گوش کن. عزیزم این چه خیلی مسئولیت است ها؟ تو در کجایی؟ سیلین جان یک گوش کن همشو میفهمونم. زهرو 2 ساعت شد که بابایت رو با گپ گرفته ایستادم. سیلین من هم همین را گفته ایستادم. زهرو در کجای کلی به من بگو. آدمانی سلاحدار ما را تعقیب دارند. چی؟ ولی از قوای ما هستند. ما را کشتن میخواهند. ایست یک دقیقه کی از خفای شما است؟ شما در کجایید؟ در راه شله در راه جنگل گریختیم. در همینجا نشستیم. سیلین خوش میکنم با ما کمک کن. الو زهرو؟ الو زهرو؟ تمام شد. از پس من بیایید. حالا شکر فهمو خدایا اکنون من چیکار کنم؟ ای چهارچشمه در پیش من نیست رفت نابود شو از اینجا. مرا گوش کن کلانی دیوانه یک چشمم از قفای تو دیگر چشمم از قفای سیلین برای من احتیاط کن که گنده وز بینن میخالتم. این چی خیل گپا؟ ای چهارچشمه تو با این گپا چی گفتن میخوای؟ من پاپوگای نیستم. اکه او رو زنم این آدم پلیس است دیوونه ای تو اینم گپ میزده کو؟ یک گپ میزند آها سیلین جان پیش من میدود بیا. چی خیل با پیش تو دواده؟ چی خیل با پیش تو میدواده؟ ای برو. زهرو با دومولوزیو در خطر هستم. در خطر؟ از قفایشون آدمای سلاحدار آنها رو پیگیری کرده ایستادند. چی؟ بیاید مونده بگذار دوملوزیو تومای گرگان شود آخه. اگر آقای اکرم شنود دیلش میکفد. تمام شما آرام شوید خانم سیلین من با حادثه سر و کار میگیرم. شما پروا نکنید سیلین جان فقط جای حادثه رو گپ زنید لبن همش رو حل میکند. شب و روز در کجا؟ بله آنها در کجا هستند؟ زهرو در روی شیلی هستیم گفته به جنگل در اومدند. آنها رو هر چی زودتر یافتنم لازم است. هیچ خواطر نشوید خانم سیلین در حال میرویم. من هم میروم. یک لحظه خانم سیلین جان برای شما بسیار خطرناک بودنش ممکن است. نمیخوام به شما ضرر رسد. با تو چی شده از چهارچشمه؟ تو خودت کیستی که اینقدر گپ میزنی؟ من پلیس هستم کارو برای 100% حل میکنم. تمام. لطفا خاموش میشوید من هم میروم. ها رفتیم با پیش داره زود باشه. سیلین پشکای باشم من کار میکنم قرار میشه بسیار زورد. چی گپ باشد مرحمت خانم سیلین رو بیست یک دقیقه بیست سیلین بیست. به مردم کجا نشستین؟ زهرو با دومولوزیو در خطر است. به سر آنها رفته ایستاده. چی گپ شده است؟ بخیر است؟ شخصانی نامعلوم با سلاح آنها رو پیگیری کرده ایستاده. چی شدیم؟ بیا رفتیم. که ماشین بنزین نداره بشی. تو کجا میره؟ برای گیم شه. خیلی دروی یا خدای توبه در اینجا نکاح موندگی به کجا رفتن اینها؟ روح گرد ایستا من میگیرم بسیار مانده شدم. تمام من حاضر خلاص میکنم. چیکار میکنید؟ شما چیکار کردید؟ مگر دیوانه شدید؟ چه رولی با سراسیم را میدرونید؟ داد نزنید آنها میشنوند. اخمق دفاع نجاتی هید یاری هید. شما چیکار میکنید؟ خاموش ایستید آخر گفتم کو چقدر که آوازارم داد بزنم چیکار کرده ایستادید؟ خانم زهرا شما چیکار میکنید؟ آدمان ما رو میشنوند. از این لباس باید خلاص شوید. اونها رو در اینجا میوزم و آنها فکر میکنند که ما با طرف دیگر رفتیم و هم شما با راحت میدوید. چرا داد میزنید آخه؟ بلا زنده این لباس زیبای عروسی ما رو برای آدمان دروندید.
شما چقدر انسانی بی‌رحم هستید. ساخته هم باشد من عروس هستم. میفهمید شما باید لباس مرا نمیدارید. خانم زهرا ما در اینجا چیکار زده ایستادیم؟ اون آدما مانند دیوانه با ما تیر خورده دارن، ما رو میکشن. تو باشه لباس عروسی میگویی؟ آخر این آدمان از ما چی میخواهند؟ نمیدونم گفتم چرا نمیفهمین رو؟ یعنی با شما علاقه ندارند؟ من با این آدمان چی علاقه دارم؟ چه میگوید خانم زهرا؟ در همینجا ایستید و هیچ کجا نروید. با کجا میروید؟ ای نروید آخر نروید سیاه دابلازیا اگر مرا دوست دارید برایت زیاه عجبا دوست میدارید دوست میدارد عجبا دوست دارید برایت تمام دلخم رو کفا دیدی شما به کجا رفتید؟ کفتکو کردم. چی خیلی کفتکو؟ باز دیدم که در اونجا حیوان‌های وحشی هستن یا نیستند. در اینجا حیوان‌های وحشی هم هستن؟ البته هست خانم زهرا، در جنگل همه چیز هست. زود باشه خدا باشد درونید تو سر برویم درونید ای لباس عروسی هم حف شده اوف درونید رفتیم تو رفتن گیر با اون طرف رفتیم با اون طرف رفتیم از خاطری دلم میکفد. در کجا باشنده؟ خواطر نشوید خانم سلی، خواطر نشوید. آنها رو میابیم در همین نزدیکی‌های آنها. باز من آخر جیگری این خیل آدم ها رو میدانم، جیگرشان رو میدانم. خواطر نشوید. من رودهاشون رو میدونم. در کل شب را با دست میکنم. دمت رو گیر دمت. алло селим азизакам ба куҷо рафтед шумо? сами ҳаёти домулозиё ва зуҳро дар хатар аст. одамони силоҳдор онҳоро пайгирӣ карда истоданд. чӣ? самиҷон ором бош, мо охир онҳоро наҷот медиҳем. ба полисам хабар додем. майлаш ту вазъиятро идора кун, маро хуб гӯш кун. боз оқои акрам аз ин кор хабардор нашавад. майлаш ба кадом тараф рафта истодаед? роҳи ҷангали шилӣ. майлаш ту хавотир нашав. майлаш азизам. خانم سلی شما خواطر نشوید، ما آنها را البته میابیم. لوین تمیجه داشتم. خوش آمدید. خوش باشید. مبارک خوش آمدید. خوش باشید. مرحمت گذارید. مرحمت. تشکر. آنها زنگ نزدند. آنها کجا شدند؟ زنگ نزدی؟ магар занг назадам. ман занг задам вайҳо در کجا؟ балони мошинашон кафидааст. вақти дар роҳ рафтам балони мошинашон кафидааст. аз ҳамин сабаб каме дер мекунанд. ё худо нокомиро бин. майлаш ман бо меҳмоно машғул мешавам. хуш омадед мурод бой. иншоалло ки сари зуҳро дар балон нест. ҳалиҷон چی شد سمی؟ ҳалиҷон ба ту як чизи муҳимро гуфтанам лозим аст. چی شد؟ сари зуҳро дар бало буда метавонад. چی؟ аз хафои онҳо одамони силоҳдор будааст. онҳо бошанд ба тарафи ҷангал гурехтаанд. تو چی گفته ایستاده‌ای سمی؟ аммо хуб будааст. хавотир нашав. ман ҳоло бошад ба наҷоти онҳо меравам. ту дар ин ҷо ҳама чизро идора кун. амаки акрам нафаҳмад ягон чиз рух медиҳад. худо нигоҳ дорад. این چی بلا بود که به سر ما آمد تو با پلیس زنگ زدی؟ селен занг задааст. хавотир нашав. ту танҳо вазъияти ин ҷоро идора кун. майлаш то боздид хайр. چی خیل یا خدایا چیکار کنم؟ با کجا میروی سمی؟ سوکچه رو از دستی آنها نگیریم از اینجا نمیرویم. جواهرات را با آنها گذاشتن نمیتوانیم. با دستی خالی برگردیم سردارمان ما رو میکشد. اینها در سوکچه جواهرات بودنش رو میدونن. نباشد این خیل میگریختند.
متا از لباس عروسی است. اونقدر دور نرفتن. گرم است. به این طرف میرویم. ایستید بچه ها، شاید این دامی فریب است. گویا با این طرف رفته ما رو فریب کردنی هم. راست میگویی. پس به دو قسم جدا میشویم. شما به این طرف، شما باشید با من بیایید. زودتر باشید. رفتید. بعد یکدیگرمان رو چخیل مییابیم. به نزدیکی فیادور محاربه تن به تن دارد. در آن جوا میخوریم. آی به عقل. اول جواهرات رو پیدا کردن در کار. میفهمید جواهرات رو؟ من بعد به شما میفهمونم که در که جوا میخوریم. رفتیم. خدایا، اینها از راستی ما رو به جنگل پرتافته رفتن. دیوانه های بیعقل. یا خدا، آخر من امام مسجد هستم. در جنگل چی میکنم؟ از راستی گم شدم. انا یافتگیر. من چی خیل میروم؟ من چی خیل راه رو میابم؟ این همش از پشت آن دیوانه است. همش از رای آن ساختکاری دیوانه است. زود بیدا دوید ایستادم آخر. در اینجا هم از پیش من اومده. اصلا یکم فلاکت آمده. از اینجا گریستنم لازم. دامولا ایستید. بسیار مانده شدم. خانم زهرا، کمی دیگر بدویم میرسیم. نه دامولا، بسیار مانده شدم. باز کمی دیگر بدم. نه دویدن نمیتوانم دیگر. مانده شدم به خدا. دویدن به فایده اتون میشود. کم در دوید خراب و زیبا میشود. شما با من چه گفتم میخواهید مگر من فربیهم؟ استغفرالله، کمی با ورزش مشغول شوید. قد و قامت زیبایتون با زیباتر میشود. با دید برداری شما من احتیاج ندارم. من خیلی خوبم. معلوم است، معلوم. بسیار زیبایید. چی؟ هیچ چیز نه خراب هستید. خرابم من خراب. البته خراب هستید. کمی بیدار. غالو هم در اینجا است. بسم الله الرحمن الرحیم. ای برادر، در اصل چرا برای شما پایگیری کرده ایستاده؟ ما به تو کاری نداریم. برای خودت رو. چی خیلی روم؟ مرا با درون جنگل پرتافتید. من چی خیلی راه هم رو رفته روم؟ در به ما چی؟ رفتیم بچه ها. اکنون آن داملو رو باید یک لحظه. داملو گفتی؟ او داملو نیست. او یک دیوانه است. آدمی که تو او رو جستجو میکنی. او آنها با اون طرف رفت او رو دزدی کنید. زود. راست میگویی تو؟ برادری مومنی عزیزم، من یک داملو هستم. من دروغ نمیگویم. وای دیوانه، اگر گویم که به آن طرف رفت، گوش کن. رفت او را دزگیر کنید. در حقتان دعا میکنم. بسیار دعا میکنم. حتی از حاضر آواز این باور نکنه. داملا رو پشتیبانی میکند. راست میگویی. این به ما دروغ گفته ایستاده است. چرا با شما دروغ گویم آخر برادر؟ آدم به آن طرف رفت میگویم. وای دیوانه است میگویم. رفت او را دزگیر کنید. به خدا ایمان بودنت را نگاه نمیکنم، میکشمت. رفتیم بچه‌ها. و این طرف. ای خدای بزرگ، من چی گناهی از این کردم؟ این چیز به سری من آمده ها. دامولا چی کار میکنید ها؟ خانم زهرا، از بس که این طرف سبز است، شمال آن طرف است. با چقدر دیگر میدویم؟ بسیار دویدن نمیتوانیم. این آدمان بسیارند و راه گریز از آنها نیست. کار نباشه چی کار میکنیم؟ حیله میکنیم خانم زهرا، دیگر چاره نداریم. حیله؟ بله حیله. بیا دام میگذاریم. سلن جان بیا ببرو. مرحمت اکا. ماشین زهرا در اینجاست. ماشین گرم است. آنها دور نرفتن، در همین نزدیکی ها. اینها باشند. معلوم که ماشین های آن ابله ها می باشند. در اینجا من کردن. با جنگل در آمدن. ای بیا مانه، خود تن خیلی دانایی میگیری که همین سلن ایتو نمیفورم. بیایید هر چیزی تر بیرویم. تمام خانم سلن، شما هیچ خاطر نشید. من حالا از تلفنم هیچ سویز نیست. و خدا حاضر دو خدچه داز نگم شده استیم. باز کار با ما افتاد. راست دیگه میخوام عملیات توق خودم ببرم، چون که پروفسیونالم. میگن گوده تشید خصاب حرام میمیره. با می خاطر میخوام که خودم توق کار کنم. با این طرف میرویم.
گوش کن برادر، طرف بیزه با نشان دادستی. اون طرف به این منظرها بسیار زیبا هست. همه کسا طرف شمال میرویم چون که آنجا خطرناک نیست. شمال چی معلوم کی به طرف شمال رفتن ها؟ چی معلوم؟ به طرف جنوب چی معلومه که میریم ها؟ ای تو ابلهی به عقل هستی ها؟ تو چارچشمه کور هستی. با سوال جواب نمیدهند. با جواب میدهند. پس از کجا معلوم است که به طرف شمال رفتن ها؟ برادر کجایی که درخت بسیار باشد همون طرف شمال هست. یک بار کینه تماشا کن همه شما میفهمی کجا جنوبه کجا شمال هست. جنوبم لطفاً بحث رو بس کنید و از قفای من بیوید. اوف دیدی خانم سلن طرف نشان داده من میروه. دیگه علاج نداری رفتی. اکا این چورچابک چرا همراه ما اومده؟ آقای اکرم لبای مراسم حالا سر نمی شود؟ سر می شود خانم مبرا، سر می شود. در نام شما 2 تا ر است خانم مبرا؟ بله. سر می شود. کنی اینجا بیا، مرا گوش کن. اینها کجا شدند؟ بابا جون من گپ زدم. خیر؟ از سببی که 2 بالون یک جای کفیده است، یعنی از این سبب دیر کردن. حالا باشد در راه هستند. انا کم داری دیگر مونده است. 2 بالون؟ آخر 1 بالون بود کو؟ حالا 2 تا شد. 3 4. با چشمان من نگر. با چشمانم نگر. تو از من چیز رو پنهان می‌داری ها؟ نه چرا از شما پنهان میکنم بابا جون؟ نه چی شد چرا ایستادیم؟ با ماشین اکنون دوام دادن نمیتوانیم. با جنگل در اومدنمون لازم است. چی؟ ما در جنگل چیکار میکنیم ها؟ میلیس از سببی که با ماشین با جنگل در اومدن نمیتوانیم با پای پیاده رفتنمون لازم است. چرا ما میرفتیم؟ پلیس ها آنها رو یابن. آخی سمی ما با جنگل در اومده چیکار میکنیم؟ اینقدر با من غرغر میکنی؟ تو چرا از قفای من اومدی؟ برای زهرا خواطر شدم. زهرا دختری عمم است. چرا نایم سمی میفهمی؟ اوف مایلش بیا رفتیم. من با این توفی هایم چه خیلی راه میکردم نمیتوانم. چی شد؟ پشت اشکن. اوف میلیسه بیا. خوب ترش بیا دستت رو کپم راحت تر است. با کدام طرف می رویم؟ با کجا؟ هوا بزیب شده دیلم میبید ها با اون طرف رفتنمون در کار. تمام امکان ندارن این دم رو دیدن نمیتوانند. کنیست شما چیکار کرده ایستادید؟ کورت عروسی هم رو دراندید. همش رو دراندید. چیکار کنیم خانم زهرا؟ این لباس عروسی دقت رو جلب میکند. با این دم میافتن. حالا میبینی خیر مهده شکل چیکار میکنین؟ میگریزیم دیگر شورا نداریم و دعا میکنیم که اونها با این دم افتن. اومدن میگریزیم. گریختیم داملا ازمی؟ کی؟ داملا جان داملا ازمی صدایش به گوشم آمده ایستاده است. شما در اینجا چیکار میکنه؟ بسم الله الرحمن الرحیم. ای تو در اینجا چیکار میکنی؟ در اینجا هم با من رو برا شدی. شما داملا چیکار میکنید اینجا؟ مرا پای برده. ای پیگیری کردنی مرا بگذار. از تو گریخته ایستادم. یا خدایا من شما رو پای بردم. ای مرا راحت گذار. بیزار شدم. یا خدا توبه. دوملا این شخص کی است؟ هم کسبم. چه دوملا من پای دیوانه است. دوملا میگوید؟ وای دیوانه است. ای دیوانه تو هستی. من دوملا تو دیوانه هستی. دوملا میگوید کو؟ خانم زهرا داملا باشد در اینجا چی میکوبد؟ داملا در مسجد میشود. او دیوانه است. از تو دور نیست. از اونجا برو. از دور نیست. داملا با اون طرف نروه. کاری تو چی؟ با کجای خواهم نروم؟ و دوم افتید. دیدم خانم زهرا دیدم آدم افتید. راه گرد. داملا ازمی شما خوب هستید؟ دور شو. این را داره داملا. نزدیک شو. شما را میبرارم آخه. نمیخواهم.
از تو یک کس یاردم نخواسته است نشم از اینجا رفت. دوملا اجازه دید با شما یاردم کنم. از آن یکی از یاردم پرسم از خدا میپرسم. آخر میگوید که دوملایم اما بینه چه رفتار میکنید. مدد از جانب خدا است. ما تنها با این وسیله میشویم. آخر از تو وسیله نمیخواهم. رو مرا تنها گذار. تنها بودن میخواهم. فهمیدید؟ تنها بودن میخواهم. دوملا اومده ایستادن باید که رویم. با این دوملا چی میشه؟ آخر چی کار میکنه دوملا؟ ببینید خودش تنها بودن میخواهد. دور شو. تمام. انا شنیدی؟ دوملا ما اسرار رو بگیر. ای سرده پرتا. خدا نگهبان باشه. روید نمیخواهم. خدا شفا دهد. رحمت تنها بودن میخواهم. مرا تنها گذارید. دیو دیوانه. راحت حضور. لباس. بسم الله الرحمن الرحیم. وای برادر آخر من مگر تنها بودن نمیتوانم. خدایا توبه. آکا او در اینجاست در پایان. برادر من دوملایم. دوملای حقیقی. امام تو در اینجا چیکار میکنی؟ برادر من دوملایم میگویم. جماعت برای انتظار است. جماعت من باید روم میگویم. انا خوب آخر غمگین نمیشوی. لا حول ولا قوت. من اکا اون آدم کمک گفته فریاد دارد. های او رو بگذار. پی اینها رو گم نکنیم. زود رفتیم. چرا جواب نمیدن؟ این هم بیزار کرد کو. دست نارس است. ای خدا اینو کجا شدن و یگان فلاکت گرفتار نشده باشن. بابا جون کمی آرام شوید. به سرتون هر فکرای بد نآورید. اینها کجا شدند؟ آخر تا این دم نآمدند. کجا شدند؟ ای ازدواج ساخته بود. البته که دست کشیدن. البته که روی زهرا نمیشود که به اینجا آمده با شما گوید از همین سبب نآمدن. تولین این خیل نکنو که از برای خدا. ای چی نکنم ها؟ چرا به من باور نمیکنید؟ با شما گفته ایستادم این ازدواج ساخته است. تولین سفسطه رو بس کن. عصبی مرا ویران نکن. بس کن تولین گفتم بس ای کن. مرا سرده فروخ بس است. دستم رو لد دادی ها؟ در کجایید زهرا جان؟ آخر چرا تا این دم نآمده اید؟ من هم خواطر شده ایستادم. با شما یک چیز رو میگویم. چی میگویی؟ اما اول آرام باشید. نترسید. میلش زود بگو. میلش بابا یعنی خواطر نشوید گفتم. چی شد قبضه؟ میلش انا از پس زهرا و دوملا زیادمونی سلاح دار رفته ایستادند. چی؟ آنها رو پیگیری کرده ایستادند. یک دقیقه آدمان پیگیری کرده ایستاده بودند؟ کی بودند آنها؟ نمیدونم. یگانه چیزی که میدونم درای شیلی در جنگلی بودند. آدمان باشن از پشت آنها رفته ایستادند. تو چه این راز ما پنهان می‌داری؟ چرا تا این دم نگفتی؟ با پلیس خبر دیم؟ بابا با پلیس خبر دادن. بله. ای بابا چرا آرام شوید؟ برادر جان در کجایی؟ سلیم جان بیا دست طبقه بگی با نخلد. یاری دست من گیر. بسیار مانده شدم. در اینجا کمی استراحت کنیم. اکا کنان حوز وقت استراحت نیست. اکا تستر باید دوملو را بیویم. میدانم. بیا کمی استراحت کنیم. آخر نفس ما کمتر راست کنم بعد کفته میابیم. هوا هم تاریک شده استن. اکنون اونها رو از کجا میابیم؟ اکنون در این تاریکی کجا میرویم؟ چی کار میکنیم؟ گروهی پلیس کجا شده است لیوین؟ خفم کردی خانم سلین. چی ما پلیس نیستم؟ دل مخنک کردی با خودم. این طور باشد یاب لیوین با یک کس نمیشود این کارو. گروه در کار. گروه پراکنده کنعان ناید دکر. یک لیویتی جنگی به 100,000. ای چار چشمه چی گفته ایستاده ها؟ هوا هم خنک شد. خنک خوردم. خانم سلین مردن ما بهتره که شما خنک میخورین. حاضر یک دقیقه. خانم سلین کشتوم رو نپوشید و کیک دارد. چخل کیک؟ چی شد دیوانه؟ چی شد؟ یک لحظه یکی تو مناسبتی بین ما و سلین در رشت داری ها؟ ادامت رو گیر. خیشه ده که خطونه با دست بگیرین؟ بس از اکنونه؟ بس. خدای توبه.
خانم سلین کاستیمی ما رو پوشید به عقل ترین آدم میفهمه که سلین مرا دوست میداره لباف داره تو غوریه عمل کم تا فکر که مردک اکای کانون من میگویم که این ابله رو گرفته در اینجا گر کنیم چی گفتید؟ گمش کن این افلاس را این ناپاکی خدا زده طبیعت را هویگیر میکند در 1000 سال بویش نست نمیشود اکای کانون بخشش زیادو یک سوال داشتم ما در اینجا چی کار داریم اگر یکون شهری منطقی داشته باشد خواهش میکنم فهمانه های نمک احمق های تیلاک به عقل حالا هم سببی به اینجا آمدنمان را نفهمیده تفو خدا زند تو را خونوک نیست لیو جان نه خونوک نیست لیو جان گرمه خونوک نیست سماونیشی نک لیو جان خونوک با خدا بیرون همین خیلی گرمیه که یخ بکنی سوختمه خونوک شب بخیر خانم سلین شب بخیر ریوند چند قپش یک کاستیم داده بودم در روز در خاطرت هست با طیب کاستیم که با خودم میمونم خنگی در بهشو میمونه آتخته گپ نفهمید یک بود با طیب کاستیم پوشم با گرم شدم میتونم نوبت قطعی پوشم خیلی کاستیم محبته خانم زهرا هوا بسیار خنک شد بله من هم خونه خورده شدم بینه در آنجا یک خانه بی آدم است آنجا در آمده شب رو روز میکنیم اجازه در آمدن ممکن نیست در آنجا هیچ کس نیست از کی اجازت میگیریم نمیشود دنبالو مگر مثل دو صبح خونه یک کس در آمدن ممکن است خوب نباشد خانم زهرا شما در اینجا مانید خنکی یک طرفی است من آن را در نظر دارم که گرگ و خرس شما را نخورد خنکی گب نه مرده میره در اینجا آخر رفتیم دستتون درد نکند به خدا بسیار گرم شده خوب شد خوب من یک آشخانه را بینم یکی یکون چیزی خورده نمیبابم اوه با خدا که خوشبخت بودیم کارتوشکا بسیار با لذت میشود حاضر دوملو اونها در علوب سیب سیاه میشوند کارتوشکای سوختگی را من دوست میدارم سیاهی ها ضرر دارن دوملو های شما نخورید خانم زهرا من میخورم به فکر من شما هم نخورید با خدا که کارتوشکای سوختگی رو ما اونقدر دوست میدارم که تو بس گفتنه کمتر دیگر نمک میشد زور میشد ای اینجا اینقدر چرکین است دوملو شب رو همینجا روز میکنیم چرا میپرسی بسیار چرکین است بخشش خانم زهرا اینجا خانه مادرت نیست که اینقدر ناز و ناز میکنه نخواهی برای مادر رو بس بودگیسته بردوان به من شوخی کرده سده نه خانم زهرا میگویم نگویم اما میگویم بعضا از حد میگذارم بس بودگیست با خیر است این کاری کردتون خوب نیست من دیگر طاقت کردن نمیتوانم میروم به شوخی میگویی بله میروم مگر نمیتوانم خیر رو کنی من بینم چی خیلی میروی البته که میروم رو من رفته ایستادم رای سفید رفته ایستادم روید میروم گفتید روید آدمی بد رفتار بد گفتار گرگ ها موشک ها ای سخت خنک است با خیر است خانم من دویده گرم شده ایستادم گرم بیایید آتش است در اینجا گرم شوید گرگ شخو تمام نترسید آنها به اینجا نمی آید نترسید چرا ترسم به دست؟ نمی ترسم؟ بله نترسیدنتان بسیار معلوم است نمی ترسم البته این را با کتفتان گذارید گرم می شوید خوب یگون چیز بگو من بسیار مانده شدم سمی کمتر استراحت کنیم
راه گرد میلیز هر چی زودتر آنها را یافتنم لازم. بیا زود. چی شد؟ چی شد؟ آدمانی که از خفای آنها بودند. بین سلاح دارند. میلیس خواهش میکنم خاموش باش. مایلش خاموش شدم. جستجو داریم سردار، الان هم نیفتیم. خواطر نشوید، میابیم، از خفای آنها هستیم. التماس اقصا نظرم. گذشت. خدای توبه، باز دردی سر گرفتیم. نه میلیس خاموش. آکا بیا میرویم. همتون جمع شوید. میرویم زود. سلامت باشی. موی سرت رو بینه. بیارفتیم. یافتم. پای پایهایشان رو یافتم. پای پایها. بین پای پایهایشان از اینجا گذشتند. خدا رو شکر پای پایشون رو یافتیم. من سبب شدم. من گفتم که به شما رفتن در کار. تو چی خیلی سبب شدی؟ من گفتم که به این طرف رویم. وجدان انسانی من گفتم. مرده که دروغگویی چید؟ تو کرا دروغ میگویی ها؟ وای منک برادر، وای منک. من ای وای ماهای تو نمیترسم. فهمیدی؟ نکشم. سری مرا ویران نکن که حاضر. آروم باشه جنابان. یک گمزنی یک دسته را بی خیلی گمزه. سری مرا تو ویران میکنی. با یک دسته تو گوشتانم گفتم که سری مرا ویران نکنه. لوینت؟ لبای جان. کرغوتی لوینت. بسم الله الرحمن الرحیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. یا توبه. بسم الله. اینجا یک آدم های. لوینت خوب هستی؟ من خوبم. کی داو چقری؟ حاضر بس پرسمش. اما جون شما کی؟ دامولا ازمی. من دامولای مسجد هستم. دامولا. او بچه ایرا بینی اترقی رنگ عجینه میبرویم. از سینرتای شدم. من باشم لبین. سلام. دامولا ازمی. من پلیس هستم. پلیس؟ بخدا فهمو. لوینت حاضر تو از آنجا نجات میدی همایلش؟ در کنست خانم سلین، در کنست. من خودم از اینجا میبارم. شما زحمت نکشید. گوش کن. اگر تو هم مانند آن دیگر آدم کمک کردنی باشی والله بالله کمکت لازم نیست. کدام آدم؟ آدمانی که مرا به جنگل آوردند. آخر من به او کمک کردم. او را از اینجا برآوردم. رفت. وعده داد که نجات میدهد. و بیرون برآمد. توبه. گشت رفت. در گپش نایستاد. مگر این خیلی میشه دامولا ازمی. من پلیس هستم که یک گپ دارم. پلیس راستگو. بیامانه یا خدای توبه. آخر پلیس در جنگل چی میکوبه؟ یا که مگر تو پلیسی ساخته هستی؟ مگر این خیلی میشه من پلیسی ساخته نیستم. من پلیس حقیقی ام. پلیسی حقیقی؟ بله. پلیس راستگو؟ بله پلیس راستگو. ای شیری من خیر او رو از آنجا نجات نمیدهیم؟ شما چی کار میکنید خانم سلین؟ این احمق خودش از اینجا میبراید. فکری من هم. هوا تاریک شده. هیچ چیز رو دیدن نمیشود. شما خواطر نشد. حالا یک آتش میکنید. هم اینجا روشن میشود هم گرم میشه. کنی رفته هیزم جمع کنید. زود. خانم سلین یک آتشی زیبا کرده. در نزد آن نشسته یک جای گرم میشویم. از آتش حلاوت ببرید. چخلا؟ یگون گرگ یگون خیرس بیاید چی؟ یک دقیقه خانم سلین اجازت نده که در چخور یگون خیرس پلنگه به هفته موش باشه خرگوش باشه مانش به هفته قطعی با مبارزه برده میتونم. من را لوین میگم. خانم سلین یگون چی خوردنی باشه پرتاقی کشته شده. لوین این رو داره؟ این داشتم. خانم سلین مانه داخی وای قربقا نو جایش رو یافت. مانه داره.
دوملو بگی دستم ما برو بعد شما را ببرونیم زود باش شیرم. بردار خانم سلین بردار خانم سلین بردار تو زنی با قوت هستی من میدانم بردار خانم سلین من یگان تغییرات از گفته پرسیدنی بودم. بله بله درست است، رقم همان است، همین خیلی مایلش چی شده است؟ فهمو تشکر، سلامت باشید. دخترم گبزن چی شده است؟ یگان خبر هست؟ نه بابا یگان خبر نیست، چون که حالا ایزی آنها رو نیفتند. آنها در کجایند؟ به سرشان یگان حادثه بد آمده باشد چی؟ یگان حادثه بد رخ نداده است بابا جان، شما این طور فکر نکنید. میلیس در کجاست؟ نمیدونم، تلفنش خاموش است، همه‌شان به جستجوی داملوزیو و زهرا رفتند. باورم نمیآید. زهرا ازدواج ساخته میکند و دختری من تومه گرگ و شغلها میشود. دیوانه میشود. بس است، خاموش شو. بس است. از حد گذراندی کو؟ را بس است. در اصل به شما بس است. به شما بس است آخره. داملا صدای شغال عجیب است نه؟ مانند صدای بیمار است که از درد ناله میکند. هیچ از آن جهت فکر نکرده بودم، اما راست مانند است. من در کودکیم در شمال زیادی صدا نمیتوانستم، بسیار میترسیدم. زود دویده به آغوش مادرم میدرآمدم. آنگاه خود را به خطر حس میکردی؟ بله. در حیات خود را هیچگاه چنین آزاد احساس نمیکردم. رحمت به بابایم که دائم در برم است، اما وقتی که او را به آغوش میگیرم این حسیات بوی مادرم را به من میدهد. بعضا بسیار میترسم بوی مادرم را فراموش میکنم. گفته خواطر نشوید خانم زهرا، آن بوی را هرگز فراموش نمیکنم. شما در یاد دارید بوی مادرتان را؟ هیچ فراموش نکردم. بعضا هنگام تنها ماندنم چی دانم وقتی غمگین شدن سرم را زیر بالش کرده تنها بوی او را خیال میکنم. این طرف اون طرفی بیا دور کنی لبنت آدمانی کنعانی دیوانه نمیبردارن. من خودم کوشش میکنم میبرم. بیا این رو ما در همجا پرتویم. ای نمو زود با خانم سلین کمک کنید او را از اینجا برو. چار چشم برای چشم دست سرم. با خدا سلین همین قدر یادت کردم که رحمتی کنم. خواهش میکنم لوینت. شرف؟ این سر رویش اینقدر خاک شده است. گرگ نکن بگی دسته گرگ نکن. تمام. هی زود باش، مرا نجات نمیدهد، نمیبرانید. زود باش ای پلیس رازگوی. حضور داملو سلین یاردم کنم این داملو را ببروریم. داملو بکا زور زب ببرو که داملو یه خدمه که داملو کم ترگم داملو بیا دستتون رو دید. برو داملو ما گیر داملو سازی. خوبم رحمت خواهرم. خدا از همتون راضی باشد. من باید زود روم. داملو ایستید با کجا میروید؟ هم یک نفس دراز که بعد میره تمام. نه خوبم. جماعت مرا در مسجد انتظار است. انتظارشو نکنم. خیر من رفتم. داملو ایستید، با کجا میروید؟ رحمت خواهرم، رحمت، خدا از شما راضی باشد. من رفتم، جماعت انتظار است. استید داملو ما شما رو میبریم. رحمت برادرم، خدا از شما راضی باشد. داملو من رفتم. با خدا کی رفت؟ چقدر مسئولیت رو حس میکرده است. دیوانه است. بله. نه این همه تاثیر چخوری است. چخوری در مزه آدم میگریزه، بعد هر خیلی گپا میزنه. تاثیر چخوری بسیار سخت است. السلام علیکم دوملا.
السلام علیکم برادر. و علیکم السلام دوملو. تو؟ من دوملو من چرا نفهمیدم خود دوملو یا عجینه کجای نرو ما پیش میبروی در جون ما زدی تو. شناختم تو را شناختم. تو دوستی انا همون دوملوی دیوانه هستی. تو از کجا از پیش من پیدا شدی؟ از شما بیزار شدم. روانی دوملو یک دقیقه بس. تو بسیار دوملوی به تقدیری. حاج بود همین جنگل میگن ساملو دبولای سر در چپا. بس دوملو انا گفتم که اخی به تقدیری. درام درخت ایستادگی هم زد یه اخی. سازی دوملو؟ خوبم سردی من دیگر بر نمیخورم. شما تمام شبی نداره و آخر نمیرسده. در هر حال با من رو برم بشوه. از شما بیزار شدم. از پیش من دور شو دور. اوف کاش که سیوا جانم حاضر در برم می بود بسیار خوب میشد. بیا باز همین تو سر نکن. خدا من چی گفتم خدا تابه کردم. وقتی در چخوری بودم تمام کارهایم پیش نظرم آمد. آرزوهایم مثل لین تیکینو از پیش نظرم میگذشتند و این را فهمیدم که انسان باید از پی آرزوهایش رود. حالا آرزویی که در دل دارم بیا یک به یک میگویم که تا در دل نپسند. اول جنسی لطیف. چی گفته ایستاده است؟ اهمیت نده به عقل است. ба худо орзуи калони ман ба сайри ҷаҳон баромадан аст. аммо албатта ки ҳоло ба ғайр аз домулозиё ва зӯҳро ҳеҷ чизро фикр карда намехоҳам. از من خانم سلین آرزوی کلان من کالتاکیلاز را دستگیر کردن است. акай унал ҳам ҳамин хел мегӯяд. чаро ба калтакелас ин қадар часпидаед ман намефаҳмам. کنان کالتاکیلاس معیوب کرد. جای خواب زیبا شده است. من باشم با اونجا دراز میکشم. شما چیکار میکنید؟ مونده شدم در آنجا دراز میکشم. نه نمیشود. چه نمیشود؟ بسیار مونده شدم. این چه خیلی مناسبت است. چرا ما باید بر ببر خواب کنیم؟ یا خدای توبه در اینجا دراز کشم چی جای مشکلی دارد آخره؟ نمیشود. یا خدایا من با چی بلا روبرو شدم نمیفهمم آخر. دامولا بسیار ناراضگی نکنید. مالش خانم زورخ شما دراز کشیده خواب کنید سحر بر وقت صندل کن. ناراضگی نکنید. شد خانم زورخ زود خواب روید. داملو خوبتون برد؟ داملوزیو؟ چه شد ترسیده؟ تمام بیاید نترسید تمام بیاید بزیر این در روی زود آخر اگر خواهید سرتان رو با کتفم گذارید با اینجا مادرم هم مرا این خیلی در کتفش خواب میکند لیکن او افسانه هم نقل میکرد نباشد خوابم نمیبرد شما هم افسانه نقل کرده میتوانید کی من؟ افسانه؟ بله نمیدانم آخر یگان افسانه نمیدونید؟ میدونم شاید نقل کرده نمیخواهید؟ نه نقل میکنم در حقیقت؟
بوده است نبوده است. در زمان قدیم در یک جای بسیار هم دور یک شاهزاده زیبا زندگی میکرده است. زیباییش به مردم اونقدر مشهور بوده است که همه درباره او گپ میزده است. بعد روز یعنی یک شب یک جوان راه گم زده مجبور شده است که در قصر شاهزاده پنهان شود. شاه باشد او را همچون مسافر آن شب قبول کرده است، اما در اصل آن شخص راه گم زده نبوده است. یک شخص دزد و قانونگریز بوده است، لیکن برای نشناختنش خود را راه گم زده میگوید. بعد پگاه سحر اون جوان وقتی رفتنش در لب جویبار شاهزاده بسیار هم زیبا را میبیند. در نگاه اول به وی عاشق می شود. خوابتون برد؟ با خدا لیکن آخری افسانه رو هیچ کس گوش نکرده است. من هم نمیدونم آخرش چی می شود. وای دختر، ماری گفتگی در تابستان میگردن، آنها در زمستان در خوابند. با پای یکون شاخه درک رسیده است. مایلش از مار گذشته رفتیم یکی با زومبی روبرو شویم چیکار میکنیم؟ زومبی گفتگی در فیلم میشود. زومبی گفته با سری آدم هر گونه فکرهای ناجور و ناردنی است. این چی بود زمین؟ یا دیدی من آبی با اون طرف رفت. حالا آرام میشویم. همش سری نظارت من است فهمیدی؟ مرا دار که نفتم. مرا دار با اون طرف نرفت. مار هست. مار با پایت رسید. خانم زهرا خیشه آدمان اطرافمان را احاطه کردن، آوازشان آماده ایستاده است. چی؟ خاموش. من از این طرف به قفا میگریزم، تو آن آدم رو به گپ میگیری. چی خیلی به گپ گیرم؟ نمیدونم، یگان کار کن، احتیاط کن. خوب شد که اومدید. من هم انتظار بودم که کسی آید و مرا از اینجا نجات دهد. چیکار کردنم را ندانستم. در همینجا انتظار بودم. چی سفسطه میگویی؟ اون حیوانی وحشی مجبورت مرا دزدیده در اینجا محکم کرد. بسیار شف نکن. آفرین به شما، بسیار حکایه زور میبافید. شما گفتید که به گپ گیر گفتم. خدایا نگفتم که این قصه دروغ رو باف. یا خدایا توبه، اگر معقول نباشد خودتان آمده به گپ گیرید. میلش هیچ گپ نداره. از آن دری قفا به سوی باغ میبرایم. زود. حالی او چی میشود؟ از کجا دانم؟ یگان روز آماده جنازه‌اش رو میخوانم. رفتیم. ناملا بیایید گریزیم. آنها سلاح دارند، ما را مانند پرنده شکار میکنند. یکی به اینجا آیند چیکار میکنیم؟ نباشد ما آنها را شکار میکنیم، دیگر چاره‌ای نداریم. کمی در اینجا انتظار شوید. به کجا؟ یک بینم کنی آنها چند کسند. زود دیده میآیم. مالش از جایت نجو. دوستت در کجاست؟ نیست.
در کجاست؟ نپرون انا همین خیلی دامولازی بزنید او رو بزنید یاردم کن یاردم کن انا زن آخر دامولازی و کپتن نجوم درست میباشه بزن تمام کمک نکن رو از اینجا من کجا برسنم رو نمیدونم دستونت رو بردار از جایت نجوم چه خیلی زده؟ با خدا بسیار خوب زده آفرین یعنی سرم رو کفانده داملا بسیار کار شب قوار بود است بیاد رفته دیگرانشان رو زنیم نفهمیدم یعنی دیگرشان رو هم زنیم یا خدا تابا تو باطینن تماما دیگر خیلی دختر بوده خدا شیگر چون این بودنم را نفهمیدم پس با نقشه نو آماده ای؟ آماده آی پایکم کمک کنید آی پایکم درد دارد کمک کنید باید را چی کنم وای دختر گبزن که دامولا در کجاست من به تو پایم گفته ایستادم تو باشی دامولو در کجاست میگویی من از کجا دانم او با من نیست نمیفهمی خیل با تو نیست از سهر باز از پس شما دوید ایستاده ایم اگر این خیل دوام دادن گیرید میدونی چی میشود چی میشود بس سرتون انمی خیل کلتک میخورید خانم زهرا چیکار میکنه کنی زود برخیزه کنی چرا خندیده ایستاده شما امشب بسیار هم عجایب شده کنی زود رفته خاموش شود قریب بود که از ترس دیلم کفده من هم بسیار ترسیدم من هیچ نترسیدم چی؟ شما چون داد زدید من همچون جواب آخر داد زدم دمت را گیر خرگوش نترسیده است مثل زن داد زدی یک لحظه در آنجا یک خانه است بویش آمده ایستاده است جای بهتر است بله خانم سله ایستید بازی من از نزدیک رفتم میبینم که اونجا خطرناک است یا که بی خطر همه رو از نظر گذرانده شما رو دعوت میکنم اگر هم خیلی آواز برآوردم به ملال دویده بیایی اگر نه آواز شنیدی نه چون که خطرناک است من زود میروم تمام سلین آزمیون بله اول او یک روید یا خدا پایش کنده شود دامولا اگر اینها رو یگان کس زیر کند آواز میبراید ما باشیم از قفای اونها به هجوم میگذاریم همین خیلی بله خانم زهرا بله با شما این شب چی شده است از یک طرف هجوم میکنیم از طرف دیگر نمیکنیم با خدا که من از شما ترسیده ایستادم نترسید دامولا من خوب از عهده نقش میبرایم یعنی گویا که این همه شقیقی است با خدا که شما باطینن تماما دیگر بوده زود پیش روید میبراید اون میبراید خیر این لوینت کجا شد انشالله گم می شود یک چیز گویم بیایید ما هم به همون خونه رویم در بین جنگل از خانه که مردیم زود رفتیم پیش دارید رفتیم میلیس از خفای ما بیا مایلش یگان کس هست؟ در آنجا یگان کس هست؟ رفتیم سلی
زودتر خاموش شود. خوب هستی؟ خوبم خدا تو خوبیم جونم تو چه خیلی؟ سخت ترسیدم. زیان هستی سوزی؟ خوبم سمی، تو چه خیلی؟ با خدا بسیار خواطر شدم. زورا جان خدا تو رو نگه داشت. خوبم رحمت. میلیس بابایم چه خیلی است؟ ای نمیدونم. سلین؟ نه نمیدونم. ای انشالله نفهمیده است. زهرا جان بسیار ترسیدم. کمتر آوازتان رو پس کنید. دختر با آرام. زهرا جان خوبه؟ خوبم رحمت. داملا زیا شما خوب هستید؟ رحمت خوبم. بسیار هم خرسند شدم. رحمت آقای کنون. خانم زهرا شما هم خوب هستید؟ خوبم رحمت. خوب باشید. نه جون بید که همتون رو یک طرفیسته. شما رو میپرانند. ای خوگی حرامی تو کیستی که در جایی که من هستم سلاح دراز میکنی ها؟ دامت رو گیر. نه جون بید. سمکچه رو گیر. نرسید راست من است. چی کار میکنی زهرا جان؟ سرده این جوزدانی من است. خانم زهرا آن را ده رود. سرده این جوزدانی عروسی من است. سرده دستم درد کرد. سرده باوده. سرده گفتم. سرده میگویم میترد اون جوزدانی من است. خانم نمیفهمی. زهرا ما نگیرد. اون چیست؟ الماس. جواهی را در همین جا سردار. آفرین داملا. یعنی جوزدانی با من توفه کردهتان جوزدانی الماسی بوده است. خانم زهرا اقلا در همین جا جنگ نکنیم. چی جنگ کنم؟ تمام خاموش شوید. شما خاموش شوید. خاموش. مایلش جوزدان را گرفتید. اکنون ما را سرده. داملا اینقدر آسان نیست. در سمکچه چی بودن را میدونید. شما را سر داده نمیتوانم. اینش باز چی گپ؟ من رو به غضب نآورده. شما چه گفته ایستاده اید؟ کنعان دیوانه این تو در اینجا چی میکابی؟ یا که تو هم از پس الماسا هستی ها؟ میبینم که خودت را بسیار گرفته ای. باز در برات آدمان را جمع کرده ای ها؟ تو رو هم با اینها با اون دنیا فرستادن نمیخواستم. اما خوشبخت نبوده ای کنعان. اکا از برای خدا تو این آدم رو از کجا میشناسی ها؟ ای احمق کی بودن این حریف را یک طرف گذارو آخرین دعایت را بخوان کمتر پس مرده میروی. این خیلی نگو اکا. داملا یگا کار کنید. همه خیلی نگاه کردم بیستید. این زین را ریز. ای احمق شما چی کار خواهش میکنم نکنید. خواهش میکنم این کارو نکنه. ما نمیخوایم که از کاری ما دیگران خبردار شوند. برای این باشد هر زمان برای کاری تازه کردن بسیار اهمیت میدهیم. در اطراف یگان ایز نمیگذاریم.